سلام علیکم دوستای عزیز، امیدوارم که در هر جای باشین در قنای خدا باشین دیگه، جانشون جور باشد، اوقاتشون خوش باشد دیگه. انشالله که روزه رو به خوبی سپری کنیم دیگه، طاعات عبادات کلگیشیم قبول درگاه حق باشد. امیدوارم که روزه رو به خوبی سپری کنیم دیگه، تا ایدم رو دیگه روزه بخیر از نسبت کو تیر شده دیگه. این شاوی 19 دیگه این سال که خیلی روزه خوب بود دیگه، انشالله بخششمون خوب تیر شد دیگه. خوش آمدین در ویدیو امشونه از من دیگه. ما این بگاه خواستم در افطاری یک بولانی خوشمزه آماده کنم که قطع شما دوستان شریک کنم دیگه. ما اینا لعات خمیر دوم، آرد من خمیر شده دیگه، دست خششتو من دوم یارجا زوله کنم بخیر آمادگی بولانی رو بگیرم دیگه. شما تا آخر ویدیو قد از ما باشید که ما امشب بخش افطاری یک بولانی خوشمزه آمادگی گرفتم. اینه بخیر آرد از من زوله شد دیگه. ایرینال میلم که یک کم ماز بگرده پرمونم تا ما روغن چی سرخ کنم ای واز بگرده از وقتی بولانی جرمنی. از دوستای عزیز اینی کس روغن از مایه روغن گرفتو منال بخیر دیگه. تختیخ قچور آماده کردم، این تختار قچورم آماده کردم دیگه. بخیر شروع منیم بولانی خرجور منی دیگه. نال کم کم بیگاشت دیگه، نزدیک افطار شده دیگه. ما میال که شروع کنم تا افطاریش بیلا آماده نم دیگه. روی تختار کم کم خشکی میزنی. ای آرد از ما کسته آرد وطنی خیلی زود، پس ما را از آرد وطنی جور کدوم امروز آرد قزاق نداره دیگه. خیلی زود رسم میشه. اینی هم سوزیه، سوزیش را پخته کردم دیگه. سوزی پخته کرده سوزی پالک و گندنه دیگه. بخیر جور منیم. آرد از نیم آماده شده خوب نازک دیگه. خودم کسته خود هر کسته مو چیشی. اگر شما خوش داشتین دیگه دبل جور کنین، شما بخشیخ دبل جور کنین. ما کسته بولانی رو میت نازک خوش درو انترقاد منی اینه بخیر روغن از ما هم کسته سرخ شد. ما اینج بولانی را جور کردم. اینه بخیر ایره پرتاب کنم که زرد کنم. تو مای روزه که مای روزه آدم دیگه چیز به غیر می دیگه یا وقتی باشه سر دیگه زمان آدم دیگه چیز دیل آدم نمیشه دیگه. ما هم خواستیم دیگه به افطاری بولانی خوشمزه آماده کنیم دیگه. جای شما دوستا خالی دیگه. امیدوارم که شما هم در خانه بولانی پخته کنیم بخش افطاری. خیلی غذای عوضی غذای خوبه دیگه. اینه بخیر بولانی هم زرد شد. بولانی از مو کسته این دیگه قدار وطنی جورتم. آرد قذاق نیه آرد وطنی کسته میته خوب شی نرم خوب شمایه بولانیش. اینشم زرد شد توریجه کنیم که دیگر رویشم خوب زرد کنه. اینش بخیر زرد شد.
خیلی خوب زرد شده. این بخیر بولانی هم خلاص شد دیگه. ما این آخریش هم یک چند دانه چوب جوز هم جوردم. بخشه آرمیتاز خوش را دیگه. بولانی هم همون تر خوب شد. بولانی خوب شد مثل سب خوب شد. بولانی هم ده استا بخیر. بولانی از ما پخته شد دیگه. چکنی هم جور کده. منیش چکنی ماسته. امرایش نعنا و سیر و کرمی باینجانی رندک دم دیگه. اینش هم چکنیه دیگه. می بولانی قد چکنی خوب میچسته. ایش دیگه چکنی ماسته. دستاین بولانی از من پخته شد بخیر. یه دبوری بیچینم که آمادهش نه بودری بخیر دیگه. ملامی نلازان میگه دیگه. جایشم خالی دستا دیگه. هم خوب شی بولانی خوب شم در هم کم روغو اینی واردت هنی کسته خیلی خوب شی نرم بولانیش. دیگه ما زیاده هم پخته کردم دیگه. زادستو خوش داره مخره بولانی را. از دیگه خواهش می‌کنیم که ویدیوهای از ما زیاد سر کنین دیگه. ما حمایت کنیم. حمایتش می دوستا زیاد نیاز داره دیگه. ما کوشش می‌کنیم که ویدیوهای خوبتر بخشش جور کنیم دیگه. کوشش کنم دستا که ما ویدیوهای خوبش بخشش جور کنم دیگه. بازم که مکاستیش رو شما ببخشین دیگه. نالم بولانی از ما پخته شد دیگه. بخیر استرخور آماده نی دیگه. رنگین خوبی شروع کردیم. خیلی ما بولانی جورته میشه و در افطاری قدستان شریک کردیم دیگه. تون بشه استاده از کارم دیگه. قدستان یک سلام بگی. سلام درود دوستای عزیز نازنین. مانده نباشین. سیاسیم خوبه. جوانتیم جوره. قومنگاه وقت خوش باشه. آرمین غلط هم مسته وقت آزوی افطاری هم نزدیکه. ما تازه هم دو خدا بیارین چیزایی پخته ده. بولانی رو تو غوریپور دیگه. تو غوریپور پخته ده. نفر یک غوری. 3 نفر یک غوری. چکنی و انواع اقسام چکنی خانگیه. آره این ماست چرا بخشش تو چکنی جور شد دیگه. ما بخشش خود خز بیرون آورده دیگه. امیدوارم سر حال باشین دیگه. طاعت عبادات شما قبول باشه. زندگی شما پر از عشق و محبت الهی باشه. خیلی تشکر آبیارین. واقعا زحمت کردید دوستان. ما مصروف بودیم دیگه. تانا بولانی پخته ده ویدیو گرفته و لازم ده. آریان غلط هم بسیار مستینه دیگه. بسیار مسته دیگه. بسم الله شروع کنیم دیگه. ملا زد ده؟ آره ملا زد ده. بسم الله الرحمن الرحیم. باشه خورما بخوری بعد بولانی رو بزش دخمی. چی رقمه؟ ببینید خورما. البته ناگفتن همونه یک چیز دیگه هم پخته کردم دوستا. چوب جوش. نه چوب جوش توارش خیلی خوشگله. یا باشه که بولانی رو دیگه بخوریم دوستا. جایشم خالی. تشکر از محبت همگیشیم. تشکر از محبتایشیم. بیانون بسیار زحمت میشه تلاش نه. بولانی ها خوشمزه پخته نه. لایک کنین، سابسکرایب کنین، ویدیوهای ما سایکن تا آخر سایکن. سلام دوستای عزیز. آفرین. هر جای باشین اینجا باشین. اما تا آخر سایکن ویدیوهای لایک کنین. دوستان خواهش کل کیز مشمول میاد که حمایت کنید دیگه. ویدیوهای از ما زیاد سر کنید واشتن کنید
دیگه بازم از شما زیاد تشکری می‌کنیم که همیشه ما حمایت می‌کنید، ویدیوهای از ما سر می‌کنید. دیگه بازم دیگه همیشه حمایت از شما می‌خواهید دیگه نه چون همین دوستایی که همین برنامه ما در حمایت از دوستا پیش می‌ره دیگه آریان شوخ هم بسیار شوخی نه آریان دیگه اعصابش خراب شده وقتی افطار بولانی خورده نه خورده‌ای نه خب بازم خوشمزه جایش خالی واقعا دوستایی بود ویدیو نی امشاونیزم و افطاری امشاونیزم که تا ویدیو دیگه داشتیم در الله پاک شما در الله پاک به نیاز نسپاریم